به نام خدایی که جهان را آفرید و به زیباترین شکل ممکن این جهان را داره هدایت میکنه. سلام به شما نازنینان و مهربانان کانال استاد جذب شوید. دوستان عزیز، به این کانال خوش اومدید. کانال را تازه راه اندازی کردیم و هر روز مطالب و وایس های زیادی و همچنین فایل های صوتی زیادی در کانال قرار میگیره. قبلا یک معرفی کوتاه و همچنین در مورد کانال صحبتی داشتم، اما تکمیل ترش میکنم. در مورد این کانال ببینید دوستان، کانالی نیستش که مثل کانال های دیگه که حالا ممکنه عضوهای خیلی زیادی هم دارن، 30,000 40,000 60,000 حتی بالای 300 400,000. اما مطالبی که قرار میدن در کانال صحبت‌های بزرگان هست، نمیدونم نقل قول‌هایی که از انسان‌های موفق شده مثل آنتونی رابینز، مثل نمیدونم باب پراکتر، مثل نمیدونم بریان تریسی، سخنان بزرگان ما، حالا از مولانا، انبیا، اولیا، و خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه. اما اینها در واقع فقط یک سری صحبت‌ها و نوشته‌های انگیزشیه، راهکاری نیست در اونها. فقط خواستم بگم که این کانال اشتباه نگیرید با اون کانال ها، اصلا اینطوری نیست. و من به شما قول میدم که در آینده نزدیک با نتایجی که خودتون البته کسب میکنید، که بعدا یک گروه یا کانالی درست میکنید که فقط مختص نتایج به دست آمده شما عزیزان باشه، اونجا خودتون متوجه میشید که قضیه چی بوده و شما الان چه نتیجه گرفتید. ببینید دوستان، در دنیای امروزی که خودتون حالا در جریان هستید، خب یه سریا با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که از طرف همسر، از طرف کارشون، از طرف جامعه، از طرف محیط، از طرف نمیدونم رسانه، از طرف هر چیزی که شما فکرشو بکنید، بیماری های جسمی، بیماری های روحی و خیلی چیزهای دیگه، دارن دست و پنجه نرم میکنن. خب عده‌ای هستن که واقعا خواسته هایی دارن، مصر هستن که به اون خواسته هاشون برسن، در حال تحقیق هستن، در حال مطالعه هستن، در حال کلاس رفتن هستن، استاد میگیرن، یک سری محصولات، یک سری پکیج ها از داخل سایت های راه موفقیت هزینه میکنن، خریداری میکنن و تمرین دارن میکنن. این کانال هدفش همینه، با توکل به خدای عزیز، با توکل به خدای مهربان و همچنین با همراهی و کمک تک تک شما مهربانان بتونیم راهمون رو پیدا بکنیم و با آموزش هایی که خود من رفتم، با دوره هایی که خود من دیدم، استادهای بسیار زیادی که داشتم و همچنین از همه مهمتر نتایجی که خودم به دست آوردم در این کانال قرار میدم، تک تکشو میگم، صحبت میکنیم، بررسی میکنیم و اون لحظه زیباترین لحظه زندگی منه که حتی یک نفر بیاد بگه آقای سپر، شما در مورد قانون جذب، در مورد اینکه احساستون رو چطور نگه دارید، در مورد اینکه چگونه با خواسته هاتون روبرو بشید و خیلی مسائل و مباحثی که با عنایت به خدای عزیز در این کانال قرار میدیم، بگه من از اینا به نتیجه رسیدم، الان مثلا کارم این شد، الان مثلا حالم این شد، حسم این شد، روابطم این شد. روابط، وای وای، روابط چقدر مشکل دارن خیلیا و چقدر مشکل خودم داشتم و قدردانی میکنم از خدای خودم بابت تک تک مسائل و مشکلاتی که در زندگی من به وجود آمد و الان اگر میاد سپاسگزاری میکنم. چرا؟ اونا کلیده. چرا سپاسگزاری میکنم؟ اونا کلیده.
اونا گنجه، اونا نعمته، اونا محبته. محبت میگه این مسیرت اشتباست، این مسیر درست نبوده که این اتفاق افتاده. حالا دستتو به زانوهات بگیر، بلند شو، حرکت کن، راه اصولی و درست را پیدا کن و قطعا به نتیجه میرسید. ببینید دوستان، ما عمر زیاد بلندی نداریم، عمر کوتاست. جهان در حال جهش و حرکته. چه چیزی ارزش داره در این عمر؟ فقط یک چیز: زیبا زندگی کردن. زیبا زندگی کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه اونطوری که خودت دوست داری بتونی زندگی بکنی. باور بکنید شعار نیست، باور بکنید حرف نیست. منم جزئی از شما هستم، خودم هم میخوام بهتر بشه زندگیم از اینی که هست و به نتایج حتی بسیاری که دست پیدا کردم باید از این بهتر بشه. منم جزئی از شما هستم، دوست شما هستم، برادر شما هستم و میخوایم دست در دست هم، و همون چیزی که خیلی تاکید دارم، دست در دست هم از تجربه های هم استفاده کنیم و رشد بکنیم و در این مدت عمر بتونیم نتایج عالی را پیدا کنیم و کسب کنیم. اول از همه این خیلی مهمه که باور بکنید که میتونید زندگیتون رو خودتون اونطوری که دوست دارید بسازید. من کسی بودم خیلی بیمار میشدم، خیلی بیماری‌های جسمی زیادی پیدا میکردم و این سوال در ذهنم بود که چرا؟ بعد از اینکه متوجه شدم چرا را تبدیل به چگونه بکنم، چگونه میتونم درستش بکنم و راهش چیه، وقتی فهمیدم مشکل در خود من هست، وقتی که مسائلی در زندگیم پیش می اومد، با پیگیری هایی که می کردم در نهایت به این قضیه دست پیدا می کردم که رد پایی از خودم در اون مسئله وجود داره. باور بکنید به یک سری از مسائل رسیدم، اسمشو میذارم معجزه. خب برای همین میگم که اتفاقات، ببخشید اگر صداهای دفعه میام، من دیگه دارم حالا اینجا از طریق همین گوشی ضبط میکنم و از طریق وایس رکوردر نیست، چون یه حسی داشتم واقعا این حال به من دست داد که الان این صحبتی بکنم و در کانال قرار بدم. و برای همین میگم از اون مشکلات و مسائل سپاسگزاری میکنم. اگر اونا نبود من نمیرفتم دنبال حلشون. من میخوام اینو بگم، در همه موارد هر اتفاقی که در زندگی ما میفته، یعنی اونی که خوبه که خدا رو شکر خوبه، اونی که ما اسمشو میذاریم بد، ما انسان ها اسمشو میذاریم اتفاق بد، اون هم عالیه. در همه موارد خدا میخواد ما رشد بکنیم، خدا میخواد ما موفق بشیم. اما یک مسئله اینجا میمونه که چه دیدگاهی داری با این مسئله‌ای که برات پیش اومده، چه فکری داری در ذهنت. یکی میتونه بگه که خدا منو دوست نداره، یا خدایی نکرده من چقدر آدم بیچاره بدبختیم، رو پیشونی من نوشته که تو باید تا ابد بدبخت و بیچاره زندگی بکنی و در نهایت بدبخت و بیچاره بمیری. و یکی هم میتونه بگه خدای عزیزم تو منو خیلی دوست داری، تو واقعا منو خیلی دوست داری که به من آلارم میدی، مثل یک دزدگیر ماشین آژیر میکشه، میگه بدو بدو ببین چه اتفاقی برای ماشینت افتاده. اتفاقاتی که در زندگی ما میفته و ما اسمشو بد میذاریم، همون آژیر ماشینه، آلارم داره میده، هشدار داره میده، میگه بدو ای بنده خدا، بدو بدو بدو، حرکت کن، ببین از کجا داره این مشکل پیش میاد و اینو به خودت بگو چگونه میتونم حلش بکنم. ببینید دوستان، ما نمیخوایم و من در واقع نمیخوام در این کانال شروع بکنم یک سری مباحثی که روانشناسی باشه و حوصله شما را سر ببرم و یا از حوصله شما خارج باشه بگم. حالا یه نیمچه درسی هم خوندیم در این زمینه، اما من اصلا به اون کاری ندارم و اصلا تحصیلات حالا بگم دانشگاهی هم در این رابطه هست و اینا اصلا به اون کار ندارم. فقط اینو میخوام بگم، من یک سری کارها انجام دادم
خب عذرخواهی میکنم، یک سری کارها انجام دادم ولی دستم انگشتم داره خسته میشه. خب زودتری تمومش میکنم. یه سری کارها انجام دادم و به نتیجه رسیدم. اینجا میخوام اونها رو بگم و قول بهتون میدم، همینجا قول میدم، چون خیلی انجام دادم نتیجه رسیدن، واقعا به نتیجه رسیدن و قول میدم شما اگر انجام بدید به نتیجه میرسید و خودتون حالا میشید بعداً قاضی و داور این قضیه، چون خودتون میاد میگید. ما قرار یک کانال درست بکنیم که تجربیات شما نازنینان را در اونجا بذاریم، چه به صورت صوتی چه به صورت تصویری. از این دو حالت هم نباید خارج باشه. نوشته زیاد شاید دوستان حوصله نداشته باشن نخونن، مانعی هم نداره، میتونید حالا به صورت نوشته های خودتون رو به صورت یک کلیپ بکنید، به صورت یک کلیپ بشه، یک موسیقی زیبای انگیزشی هم روش بذارید، اونطوری ارسال بکنید، حالا با آیدی که بعداً خدمتتون میدیم. اما اول راهیم و اول کار این کاناله. من در کانال های دیگه داشتم و همچنین در سایت های دیگه که بوده فعالیت داشتم، حالا به اونا کاری نداریم و اونا هم سر جای خودش هست. اما این سایت به نام مثبت بین و این کانال استاد جذب شوید، من بهتون قول میدم میتونید استاد جذب بشید. من بهتون قول میدم که شما استاد جذب های آینده هستید. اما اولین کاری که شروع میخوایم بکنیم و از حالا شروع شد اینه: به مدت 20 روز به خودتون تعهد بدید و متعهد بشید که چی؟ غر زدن ممنوع. یعنی از همین لحظه من خودمم دوباره اینو تمرین میکنم، با اینکه بارها تمرین کردم، اما چون میخوام با خود شماها پیش بریم و من یک چیزی حالا جدا نباشم و جز شما هستم، منم با شما هر تمرینی گفته میشه انجام میدم. پس از حالا دوست دارید از فردا، یعنی صبح که در این دنیای زیبای خداوند چشممون رو باز میکنیم، شروع میشه غر زدن ممنوع. اگر یادتون رفت یا به هر نحوی شروع کردید غر زدن، اگر حتی 10 روز 5 روزم بود که باز دوباره شروع کردید به غر زدن، دوباره میایید از ابتدا شروع میکنید. یعنی اون 10 روز از بین رفته انگار، دوباره از ابتدا شروع میکنید و روز اولتون میشه. به مدت 20 روز ما 20 روز میخوایم غر نزنیم، یعنی غر زدن ممنوع، به هر نحوی، به هر شکلی، به هر طریقی غر زدن ممنوع. بعد ببینید چه معجزاتی میبینید از همین کار. وقتی که غر نزنیم، بتونیم خودمون رو کنترل بکنیم، ببینید چه معجزاتی میبینید. به خدا یه جا میرید، ممکنه ماه‌ها یا شاید سالها در یه اداره‌ای کارتون گیر بوده و حل نشده بوده و حل نمیشده اصلا. باور بکنید با همین تمرین معجزه‌شو میبینید. خودتون میاد بعدم میگید و من میذارم وایس و صدا و تصویر شما مهربانان را در همین تجربیات که دیگران هم استفاده بکنن. پس از الان شروع شد. غر زدن ممنوع به مدت 20 روز. فعلا خدا نگهدار.